سلام عزیزان، به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز با هم میریم سمبوسه با نان لواش را آماده کنیم که بسیار خوشمزه، ترد و عالی میشه. برای مواد داخلی من 2 تا پیاز رو خورد کردم، با مقداری روغن تفت میدم. بعد حدود 1 قاشق چایخوری خمیر سیر گذاشتم. میتونین 2 حبه یا 3 حبه سیر خورد کنین و 4 عدد سیب زمینی متوسط رو خورد کردم و سرخ میکنم. یک سینه بزرگ مرغ رو خورد کرده و اونم تفت میدم یه مقداری. ادویجات رو اضافه میکنم: فلفل سیاه، زنجبیل، زردچوبه و ادویه کاری. حالا 1 قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی خونگی بهش اضافه میکنم. یه مقداری تفتش میدم و بعد با بقیه مواد مخلوطش میکنم. سبزی خورد کرده از هر نوع سبزی میتونین استفاده کنین. من امروز از خرفه استفاده کردم. یه مقداری که تفتش دادم 1 لیوان آب اضافه میکنم و نمک. حالا سر قابلمه رو میذارم تا یه مقداری آبش کشیده بشه و همه مزه ها با هم یکی بشه و کاملا بپزن. زرشک اضافه میکنم، هم میزنم و از روی حرارت برمیدارم. زرشک اختیاریه، اگر دوست نداشتین میتونین اضافه نکنین، اما من حدود 4 قاشق زرشک اضافه کردم. از نانهای لواش فری استفاده کردم. میتونین از هر نوع نان لواشی استفاده کنین. نانها رو میتونین به طول یا عرض برش بزنین. من به عرض نانها برش میزنم که مقدار نان سمبوسه هامون کمتر باشه. حالا دونه دونه سمبوسه هامون رو میپیچم. یه مقدار از مواد سرخ شدهمون یه طرف نان میذارم و بعد اونو به این شکل، به شکل 3 گوش میپیچم و تا میزنم. در آخر میتونین اینو برش گردونین و داخل لایه آخر بزنین. به همین راحتی میتونین سمبوسه رو بپیچین. یه دونه دیگه میپیچم. میتونین به جای دولا کردن نان به این شکل قیچی کنین. به همین راحتی تمام سمبوسه ها رو میتونین بپیچین. میتونین اونها رو فریز کنین و هر زمان نیاز داشتین اونها رو از فریزر خارج و سرخشون کنین، یا اینکه مثل من همون موقع بپزین. فقط کافیه که با مقدار کمی روغن، حرارت کم، 2 طرف اونا تفت بخوره و سرخ بشه و رنگ بندازه. نان لواش زمانی که توی مقدار کمی روغن با حرارت کم تفت میخوره خیلی ترد و خوشمزه میشه. دوستان لایک فراموش نشه. لطفاً این ویدیو رو برای دوستانتون به اشتراک بذارین و به بزرگ شدن کانالمون کمک کنین. با تشکر و خدا نگهدارتون.